اگه ویدیو قبلی رو دیده باشید دیدی که ما یه قسمت هاردکور شروع کردیم و تو همون پارت اول توسط کریپر خار و خفیف شدیم، اما من تسلیم نخواهم شد. گاو پشت من است، نمیدونم چرا، اما من تسلیم نخواهم شد و انقدر میمیرم تو هاردکور یاد بگیرم. پس بریم سراغ یه شروع جدید. خب آقا سلام علیکم، دوباره اومدیم با پارت 2. میخوایم دوباره مپ هاردکور بسازیم و اسمش طبیعتا دوباره همون به گوزبنده. حالا الان براتون توضیح میدم چرا، وایسید من خوب بسازم توی تا داره میسازه مپو بهتون توضیح بدم. خب همین بریم. این به گوزبند قرار نیست یه مپ باشه مثلا همین شکلی بریم بازی کنیم تا وقتی بمیریم، یعنی اسم اون فقط نیست. گوشم میخوام خیلی دوست دارم اسم سری باشه و گوشمش رو اسم سری. اسم این سریه و تا وقتی ما دیگه نمیریم تو هاردکور و هاردکور یاد بگیریم همین به گوزبند رو ادامه خواهم داد. یعنی این میشه پارت 2 سری به گوزبند، در صورتی که مثلا تو اون مپ به گوزبند 1 مردیم. این هم میشه پارت 2 سری به گوزبند. چقدر هم جای مزخرفی اسمون شدیم خدا، تا سپلینگ کاج داریم. خب سب کنید اصلا تنظیمات هم عوض کنم البته. و اینکه میگم دیگه قراره سری باشه خلاصه و ما این سری رو ادامه میدیم تا وقتی که دیگه هاردکور پلی دادن یاد بگیریم و نمیریم واقعا، چون میدونم قشنگ قراره 5-6 بار دیگه تا یاد بگیرم بمیرم و خب نمیخوام هی عوض کنم اسمو، هی پلی لیست جدید بخوام بسازم. تو همون پلی لیست به گوزبند قرار میگیره، اسم سری همش به گوزبند خواهد بود، پارت 1 2 3 خواهد داشت تا جایی که دیگه ما بالاخره یاد بگیریم نمیریم. حقیقتا هست بزنم سر آره هست. فعلا که یه دونه چیز بساز، یه دونه کرافتینگ تیبل بساز. من مشکلم تو پارت قبل این بود، خیلی دیگه چیز کردم، خیلی ول دادم. میدونی تو پارت اول به هاردکوری داداش دیگه قرار نیست همین شکلی شرطی بگیری بری جلو، که یه ذره بالاخره صفر بگیر. باید همون پارت اول فور آرمور شی، حداقل یه غلطی بکنین تو زندگیت. پاندا برداشتی سوار قایق کردی داری سفر میکنی با خودت. بریم آقا بریم. این پارت قرار یه ذره خیلی سریعتر پلی بدم و خیلی جای مزخرفی اسمون شد. این زامبی چی میگه اینجا؟ تو خدایی توفت زندگی بره. خب ببینید دوست عزیزی هسته ایول گوشت همین اول. خب الان که فعلا نیاز به سنگ داریم و اصلا کجا بریم بحث اینجاست، کجا بریم. همش دورمون برف و خیلی خطرناکه، یعنی 100% احتمال تو همین برف الان خواهیم مرد. و همین فعلا یکم برو پایین، سنگ بکن. اگه گاوی چیزی هم پیدا کنم که خیلی عالی میشه. گوسفند بله، بتونم یه بوت چرمی بسازم همین اول، چون به نظر میاد تا خیلی مدت اینجا گیر خواهیم افتاد. ای خدا حالا به کابلستون برسی. بیا اینو بکن. توفت این شانس و زندگی چه وضعی شاخه، چه سمیه. خب حتی نوازی پامو بکنم مثل گاو همینجوری. خب کرافتینگ رو به کار همینجا. پیککس سنگی بساز، بقیه‌اش رو سنگی بکن. کاش یه تورچ هم داشتیم. اینجا تاریکه. خب من هیچی نمیبینم. یه مود نایت ویژن گفتم که دارم، یعنی مثلا یه ذره خواستیم ما اینو قوی شروع کنیم با اون میریم ماین، ولی تا قبلش که با تورچ و اینا باید ماین کنیم. چقدر شد؟ چند تا شد؟ 21 بسته. تعداد وسایل رو بساز یکم، اینم بذار که چیز شه. خب اینم که تبدیل کن. خب بریم، چیز دیگه نموند، میتونیم برویم. بعد جا داره گاوم دیگه، میبینی گاوم نمیفهمم، شعور ندارم میدونی. بیا اسپایدر داره میاد. تو خدا چه وضعیشه. همین اولین اپیزود هاردکور نمیریم. حالا اولین اپیزود هاردکور یا خدا اولین روز هاردکور دوباره نمیریم. حالا ما بله گوسفند سیاه، گوسفند سفید
الله اکبر، تو خدا نریم تو اسم. همه اینجا احتمال مرگ وجود داره. باز بریم حالا رو آب و یخ یه ذره شاید اوضاعمون بهتر شه. ولی کجا بریم؟ بحث اینجاست. در هر صورت نهایتاً کجا بریم؟ همه جا برف. وای خدا، یکی از بدترین شروعهای هاردکورم میتونه باشه. حاضرم دیزرت میبودم ولی اینجا نمیبودم. دیزرت هم نه، دیزرت. بله بریم ببینیم به کجا میرسیم دیگه. حالا اگه صحنه‌ای بود که مهم بود یا داشتم میمردم براتون میذارم، ولی فعلا تایم لپس تور بریم ببینیم چی میشه، چون خیلی قراره راه بریم به نظر. تا جایی که چش کار میکنه لامصب همین بایومه. من ریدم تو این زندگی. اینجا چه خبره؟ آیرون، زغال. بریم بکنیم به نظرم. قرار شد یکم چیز شروع کنیم دیگه، یه ذره جدی تر شروع کنیم. بیا اینم جدی تر. همین اول یه دونه اگه شد سپر بسازیم، اوضاعمون ردیف شه. زیر پام که خالی نمیشه. نه خالی نیست. حل. بیا بفرمایید. چیزی نداره واقعا. همین، جدی همین. من همه اومدم فقط برای همین. خدای شکرت بابا، ممنون. دست شما مرسی. خب بریم. یا اول فاز چه طول سکسا چی بود؟ خدای شکرت. خب بکن آقا بکن. همین اول یه شیلد به دست آوردیم. خوبه، پیشرفت رو به جلو. من گاو همین شکلی زیر پاتون نگاه نمی کنی راه میری دیگه که میمیری تش. همینجوری خواهیم مطمئن باش. از یه ارتفاعی میفتی شتک میشه، مطمئن باش. خب یه آیرون دیگه همون ته هست، اونم بتونیم بریم برداریم خیلی دیگه خوب میشه. یه تعداد درت به هم بده. باز چرا یه بیل نمیسازیم؟ همینجوری با دست افتادیم به جون درت ها اینجا. خب بسته کافیه فکر کنم. من یک جایی رو اگه بتونم پیدا کنم برم پایین، از همینجا برم پایین، از همینجا میتونم بیام بالا. یه دونه شیلد و یه دونه چسپدای در میاد. آیرون دیگه این نیست. یه نگاه بنداز دور براتو، خوب نگاه کن حسابی. اصلا خود اینجا رو بکن. این آیرون دیگه این ورا نمیبینی بغلاش؟ شاید ادامه داشته باشه این رشتهش. نه نداره. خب هیچی دیگه بریم بکنیم. خب هم بذار زیرت. این زوقا برم بکنیم. ولی تو هر دوتا اپیزود شانسی که آوردیم خداوکیل این بود که تونستیم سپلینگ درختی رو پیدا کنیم که میشه 4 تایی کاش خیلی بزرگ در بیاد دیگه. از این لحاظ از تو هر دو اپیزود شانس آوردیم خداییش. خب کرافتینگ رو یه حسه بدیم به ما بکوبیم. یه 2 تا فرنیس بسازیم. 2 تا بساز، یکی دیگه هم بساز دیگه. خب بکوبیم. نصف میکنیم، نصفی گوشت ها میپزیم، نصفی هم که میذاریم آهن رو بپزیم. بیا همین اول کالی همین اول کاری یه شیلد تونستیم برای خودمون بسازیم که باز در امنیت تر باشیم. و 100% این بار یه چسپرید میسازم دیگه، اون اشتباه نمیکنم. حالا باکتینا بعدا میشه یا پیدا کرد از سلوت ویلیج یا ساخت بالاخره. الان فعلا
امنیت ما مهمتره حقیقتا. فعلا که یه دونه‌شو بده، یه شیلد بسازیم فعلا. خب از لحاظ شیلد که خیالم راحته. یه دونه هم چیز میخوام، یه دونه بیل میخوام. بیلو نمیدونم چرا یادم رفت بسازم. بیا خب دیگه که وایسیم اینا بپزه. کدوم وری بریم حالا؟ یعنی من تصمیم دارم همینو برم یه کله ادامه بدم این مستقیم، ببینم به کجا میرسیم دیگه. این اونورا نمیخوام برم، هرچند کوه بلندیه اونجا هم. احتمال داره بازم بتونیم آیرون پیدا کنیم، ولی تصمیم دارم همین وری برم دیگه. حالا ببینیم چی میشه. اون وش چیه؟ ساحل یا دزرته؟ یه چیزایی دارم میبینم ولی خیلی دوره. حالم نداره برم تو تنظیمات زوم کنم، چون اینجوری تو بدراک زوم این مدلی نداره. نمیدونم میدونی یا نه. و بری تو تنظیمات زوم کنی، یعنی بری تو تنظیمات اف و وی رو کم و زیاد کنی فقط. یعنی از این لحاظ بتونی زوم کنی. خب تموم شد. 9 تا آیرون من پخت. 100% گفتم که یه چست پلیت میسازم و تمام. یه ذره حداقل الان در امنیتیم. خب جای پیککسین رو دستت که بخور، راه بیفتیم بریم. اتفاقا الان خیلی شروع بهتری شد نسبت به اون اپیزود قبل. احتمالاً همین ادامه پیدا کنه. امیدوارم حداقل یه مقداری حداقل ادامه پیدا کنه، تو همین اپیزود اول نمیریم. میدونی؟ دوستم اینم دوباره همین اپیزود 1 بمیرم. اپیزود 1 دیگه حساب نمیشه که گفتم که اپیزود 2 همون سریه به گوزبنده. اینو حالا 100 بار تا آخر ویدیو بهتون میگم، پارتون میکنم انقدر اینو میگم. خب بریم ببینیم به کجا میرسیم دیگه. بریم. پامکین خب رسپیش هم گرفتیم. بازم هست پیا، اینجا هم هست. چرا دارم با شمشیر میکنم نمیدونم، همینجوریشون دوست دارم میکنم. چه عجب بالاخره پایام عوض شد، خدای شکر. جالبه واقعا. خب بازم قارچ میکنیم. سپلینگ شما رو هم میخوام. چه عجب بالاخره داد، پاره کرد تو بده. خب واندرینگ تریدر، وسط جنگل چه میکنی تو؟ چی میفروشی؟ اوه چه جنگل میفروشه. مثلا بخوام لیداتو میخوام. نهایت استفاده ما از واندرینگ تریدر، نهایت استفاده کل ماینکرافت پلیرها از واندرینگ تریدر. بیا لیداتو میخوام. اما بیا چی دارم میدی؟ چرمم میدی دیگه، راستی حواسم نبود. بیا سا اسکلتون اومد، تیرم زد. ما رو دیده؟ اگه دیده باشه که بریم بکشیمش. چیشو میخوام؟ استخونشو میخوام. بیا دوست عزیز بیا. چه دمیجی هم میزنیم بیناموس. خب استخون دادی؟ وای ندادی، من ریدم تو این شانس. تو رو خدا این چه وضعیشه؟ اینو بده بکن بریم. خب این که ما سپلینگ جنگل میخوایم، ولی امیدوارم بعدا دوباره واندرینگ تریدر بیاد که سپلینگ جنگل داده، چون من اصلا امرات ندارم. ویلیجی چیزی هم نرسیم. چجوری تو رو هم ببریم بخوریم؟ نمیشه بردت که. بیخیال بعدا یه جوری پیدا میکنیم. وای نگو از این ور رسیم به اقیانوس. خیلی جالبه واقعا، منطقی. هی خدا چه کنیم؟ برگردیم یه بردی که بریم. دوستان ما چیزه همون لاش کیوه، 2 تا آهن هم اینجا داره.
بیایم ور داریم اینجا هم روشن کنیم تو خری نیومد اینجا دو سرمون اسپان شد. سپلینگ این درخت هم برمیداریم، تعداد هم ماسپلاک برمیداریم. یه تعداد آیرون دیگه هم اینجا هست، فقط ما اینجا رو روشن کنیم. اوه 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 اوضاع خیلی شد بد شد که. وای چه دمیجی دارن حاجی، خیلی دمیجشون زیاده. که تو به ترک خب یه دونه آیرون کلن. وای خودم حاجی اینجا یه غار خوب پیدا کردم، همینو کله اومدم تو. یه مقدار آیرون اینجاست میکنیم، حالا یه ذره جلوتر هم میریم. اینا که کندیم فرنیس بذاریم بپزه، یه ذره فول آیرن بریم جلوتر، چون جلوترش هم باز هست. این ادامه داره غار خوبی هم هست، واقعا امنه، یعنی قشنگ دورش بسته است. میبینی از هیچ جایی هیچ کس اضافه ای نمیتونه بیاد توی و غافلگیریمون کنه، کیریپه یه چیزی بپر رو سرمون رو. فقط همین روشن سازیش خودش دنگ و فنگ داره. لامستقو بیا، همین اول یه نفر پرید رو سرمون غافلگیریمون کرد، جالبه. خب بلاک 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 بلاک. خب بلاک کردیم خودمونو، خیلی آمادیم. ای وای بیناموس سگانی. همینجوری آروم آروم میشه کشتش. ای والا کلاش هم دراب کرد، چقدر خوب چقدر عالی. بیا یه ذره این چندمون کامل تر، این چند یه ذره آرمورمون کامل تر شد، باز خوبه. هیچی چیمون هم شکست، بگکتمون هم شکست. کرافتینگ گوده ما این بار بهتر پیش اومدیم، میدونی. خب پیککس آیرونی بسازیم دیگه، یه ذره ولخرجی نکنیم. ولخرجی مثلا پیککس آیرونی چیه طور خدا. خب اینو یه ذره بپزه، با یه اوضاع بهتری بریم جلو. حقیقتا دیگه چشم ترسیده، خیلی سخته. اصلا مواش یه دمیجی میزن آدم میمونه، نمیدونم والا چی بگم. دمیج موا خیلی بیشتره، خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکردم. خدا وکیل یه ذره دیگه هم غذا داریم، اینا رو هم بذاریم بپزه، حالا بعد ببینیم چی میشه دیگه. خب آقا فول آرمور شدیم. حالا نه آهنی، فولامون فقط طلاست، ولی عیب نداره دیگه. حالا این کلا 4 تا آهن دیگه دارم، 4 تا آیرون دیگه دارم، به کلاه نمیرسه حقیقتا.
ولی فول شدیم تقریبا دیگه، همینو بپذیرین لطفا. خوبه حداقل باز یه ذره بیشتر در امنیتیم، خودش جای شکر داره. خب با وجود چست پلیت هم بازم دمیج خیلی زیادی بهم میدادن، فکر نمی‌کنم واقعا اینقدر دمیجشون بالا باشه. مخصوصا کریپر مثلا من یه ذره ازش مثلا فاصله داشتم تو سروایوال نمیکشت یه سر همین یه کله آدمو، ولی پارت قبل قشنگ مردم. حتی سپرم که گرفتم ولی خب دیر گرفتم، یعنی از اون لحاظ چیز نیستم، از اون لحاظ نمیزنم زیرش. اشتباه خودم بود پارت قبل مردم، به خاطر اشتباه خودم مردم، اینجوری بگیم بهتره، چون میتونستم سریعتر شیلدمو بگیرم. بیا دیگه دمیج خاصی هم نمیتونی بهم بزنی، بیا تو هم بیا. سلام 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 سلام. خب اوه نه بالا تاریکه حاجی، ممکنه غافل گیر شیم یکی بیفته رو کلم. چندانم کار خوبی نیست، نمیدونم شاید بریم از اون دست ادامهش بدیم و از این سمت نه. واقعا از اینا هم داره سب کن بکنم. همین شکلی میدی بهمون؟ آره میدی. میگم حتما باید قیچی باشه. قیچی رو برمی داشتیم که فقط کوتاهشون کنیم که بیشتر از یه حدی روش نکنه اگه اشتباه نکنم، وگرنه همینجوری هم میداد. خب بریم از همون ته ادامهش بدیم. ما این چندان گنده ای نمیخوایم انجام بدیم، از همین ته ادامه بدیم. یه گلدم اینجا هست من بکنم، بیشتر از یه گلدم هست، خیلی عالی. خب گلدا رو برنوشتی، خیلی ممنون واقعا، دست شما در نکنه. اینقدر پرین؟ بله پشم سیاه رو بنداز. اما سیاه مشکل نمیده، کلا یه دونه فوت. آقا اینقدر گیر ندیم به من حاجی. بریم از همین سمت که ما این رشته‌ای داشته بود. آخه بی ناموس، آخه دلغک تو از کجا اومدی الان؟ خب همینو بریم ببینیم بریم پایین به کجا میرسیم. بیا همینجا به آیرون رسیدیم، خیلی عالی. ما این همینجوری دستی رشته‌ای خیلی بعضی جا کارآمدتره. بنداز اینا رو، نمیخوام. خب بیا بازم آیرون. دست شما درد نکنه، راضی به زحمت نبودیم والدو. این گربرا میکنیم یه کریپر از بالا نیفته رو کلمون. فیلینگ هم به اندازه کافی گیر آوردیم. تو این طرف هم دیگه جا نداریم برداریم، ولی خب بیا دایمند. همین الان به دایمند رسیدیم، خیلی عالی. اولین دایمند این سری، 2 تا هم هست، خدای شکرت. بیشتر باش حاجی جدی بیشتر باش، ممنونت میشم. دستت میبوسم. من وایسا ما جایی چیزی برشم، جای سیب برش دار. فیلینگ تو بر ندار بابا. آقا دایمند رو بردار آقا. ایوه همین 2 تا بود خدا وکیل. با بی خیال عیب نداره، همینش هم خوبه. ادامه میدیم. تورشمون هم داره تموم میشه، پیککسمون هم داره میشکنه، ولی عیب نداره هیچی. بیا کریپر رسیدیم به کیف، برمیگردیم آقا. خیلی هم عالی. ولی اینجا خیلی خوب شد، تا ارتفاع منفی 30 اومد. وای سگ مشکی چقدر خوشگله، ولی حاجی
تا نیده بودم. وای چقدر قشنگه. میخوام با 2 تا استخون رام میشی؟ نمیدونم، تو رو خدا رام شما یکی. ایول حاجی، ایول. بیا ای جان ای جان ای جان ای جان ای جان ای جان. خب پاشو بیا، پاشو بیا دنبالم، پاشو بیا دنبالم، بیا دنبالم. بابا تو دیگه کی هستی؟ شعرهای دوران تینیجری. بوریم. حاجی سگم کو؟ من جای سگم آشتاسم بشینه، یعنی حواسم نبوده. من سگمو میخوام. یعنی چی آقا؟ این چه وضعیشه؟ سگم کجا موند؟ یعنی چی؟ وای خدا. سگ منه؟ نه با سگ من نیست. وای خدا. هیچی، سگمون رفت دیگه، سگ نداره. پورتال نصفه. بخوابیم بعد بریم یه سر اونجا هم بزنیم ببینیم به چه میرسیم. راسته هم دیگه تلاش هم میتونیم برداریم، تلای این یکی میتونیم برداریم. اصلا به پورتال نصفه دیگه ای خوردیم یادم نیست حاجی، یا اون مپ قبلیه بود یادم نیست واقعا. خلاصه اگه اولین پورتال نصفه یکی داریم برخورد میکنیم بهش، این بار چی آیرونی داریم، پیککس آیرونی داریم میتونیم برداریم. چی آخه چیزی نمیخوام از اینجا. این چی داره روش؟ فیدر فالینگ 2 داره و پروتکشن سری میشکنی باش، ولی حالا بپوش. فیدر فالینگ داره میخوام. هلمت هم که نداریم و بسازم هلمت هم. بلاک دارم یه دفعه من این کوفت رو بردارم. جا ندارم چی رو بندازم دیگه، واقعا نمیدونم حاجی. یه کوفتی باید بندازیم. بنداز دیگه آخه. مس رو بنداز. مس بعدن 1000 تا جای دیگه پیدا میشه. بنداز بریم بخیر. بریم تو رو خدا به یه دونه ویلیج برس. جان جدت فقط یه ویلیج میخوام، همین. هیچی نیست، واقعا هیچی نیست. نمیدونم دیگه. جدی تنها چیزی که به نظر میرسه اینه که قایق بسازیم بریم اون سمتی ببینیم به کجا میرسیم. البته دیگه خیلی میترسم دورشیم، بیشتر از 3000 بلاک از نقطه اسپان خیلی دوره. نمیدونم بسازیم بریم دیگه، چه کنیم. بیا کشتی پیدا کنیم. وات نه کشتی نیست، نصفه لود شده جی پشمام. ویلیجه. چه ویلیجی آخه، نگاه کن چه ویلیجیه. اصلا نمیخوام پیاده شم، رقابت نمیکنم پیاده شم. توف تو این زندگی. بکن بریم. اینجا رو فقط لوت میکنم، به احتمال زیاد میرم. من نمیمونم تو این ویلیج. نگاه کن تو رو خدا چه سهمیه. این چه سمیه الان.
این یعنی چی آخه؟ این چیه تو رو خدا والا؟ نمیدونم. فورچون 3 افیشنسی آیوی هم بریکینگ 3 عالیه. چی بگم واقعا ممنون. بیلت چی بود؟ فورچون 3 هم بریکینگ افیشنسی آیوی. وای خدا من چی بگم واقعا نمیدونم. با خود طلا هم طلا کنده نمیشه. چی بگم؟ بل کن بیخیال بریم. وای حاجی بالاخره. وای خدا فاینالی بالاخره یه ویلیج پیدا شد. من گوه بخورم از ویلیج ساوانا بدم بیاد. من عاشق ویلیج ساوانا. من ویلیج ساوانا میخوام. وای یه پورتال نصف هم این بغلشه. وای ای والله حاجی. وای خیلی خوشحالم حاجی. پاره شدم نابود شدم. نمیدونین چه بلایی سر من اومده. درد داشت، ترسناک بود، ترسیدم، خیلی بد بود. خیلی راه رفتیم حاجی. وای حاجی بالاخره حتی لوت کنیم بعد پارت میبندم. واقعا خوشحالم حاجی. آی آیرن گلمش هم نمی کشیم. آهن داریم به اندازه کافی. بذار باشه محافظت کنن از روستا. ما همینجا رو برمی‌گزینیم. این پشت اونم پورتال عالی. مثلا خیلی ربطی هم نداشت ولی خوب. خب چیز دیگه اینکه فرنیسا رو به کار. فرنیسا همینجوری دور تا دور میکاریم. و همین دیگه. هیبیلا هم بعدم میکردم خودم. و همین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوستان لایک و کامنت فراموش نشه. ما اینجا داریم زجه میزنیم، داریم پاره میشیم. تو رو خدا لایک کنید، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین و همین دیگه. خدا نگهدار.